سلام بچه های، امروز قرار است که درباره تورنمنت بزرگ ایپلند بروکر ایپلند صحبت کنیم که دهمین تورنمنت خودش را برگزار کرده که بعضی از شرایط دارد که شما میتونید شرایط و قوانین را بخونین و ثبت نام انجام بدید. خب اول تر از همه شما باید یک حساب در بروکر ایپلند داشته باشین، احراز هویتتان تکمیل باشد و در قسمت تا بتوانید در قسمت تورنمنت شرکت کنید. خب روی شرایط و قوانین میزنیم که چه شرایط و قوانینی دارد. خب تاریخ شروعش امروز است و پایانش هم 19 دسامبر که 5 روز وقت دارد و روی کل نمادها میتونیم معامله کنیم. ECN Pro بسازیم. سرمایه که به ما میدهد $2000 است. لورج از 1 تا 200 است و این هم در قسمت افرادهای برتره که سود جمع اعتبارات چیه و رتبه‌ایشان است. خب قوانینش، خب در بخش قوانینش شما حد ضرر کل روزانه تان 5% است و ضرر کلی شما 10% است. اگر بیشتر از 10% ضرر کنین حساب شما حذف میشه و از تورنمنت بیرون میشین. و در قسمت ثبت نامش من خودم ثبت نام کرده بودم قبلا. اینجا نوشته است حساب تورنمنت. روی حساب تورنمنت بزنین دیگه براتون حساب خودکار بزنین درست میشه و شما واجد شرایط تورنمنت میشین که باید در این 5 روز بیشترین تلاشتان کنین تا برنده شوین. اون که در قسمت گفته $5000 نقدی برای 5 نفر به همراه 95 حساب معاملاتی برای کسایی که برنده میشه میته که 95 حساب برای از 100 نفر 95 نفر حساب معاملاتی میگیرن و 5 نفری که رتبه اول هستن و $5000 نقدی بین 5 نفر تقسیم میشه. هر سوالی داشتین در کامنت بنویسید، ما حتما جواب میدیم. اگر طریقه ورود در بروکر را یاد نداشتین حتما بگوین، ما رسیدگی میکنیم. لینک بروکر را داخل کاپشن میذارم که میتونین از او طریق ثبت نام کنین. تشکر.